Hi guys، امروز قراره با هم یاد بگیریم چجوری ساعت رو به انگلیسی بگیم. به این ساعتی که گذاشتم و عبارتهای اطرافش دقت بکنید. فرض کنید عقربه کوچیک روی عدد 2 و عقربه بزرگ روی عدد 12. میخوایم بگیم رأس ساعت 2 میگیم It's 2 o'clock. میخوایم بگیم 2:05 یا 5 دقیقه گذشته از 2 میگیم 5 past 2. بعدی 10 past 2. حالا رسیدیم به 1 ربع گذشته از 2 یا 2 ربع میگیم quarter past 2. quarter به معنای ربع. بعدی 20 past 2 و 25 past 2. حالا رسیدیم به ساعت نیم. عقربه کوچیک روی 2 و عقربه بزرگ روی عدد 6. میخوایم بگیم 2:30 یا نیم ساعت گذشته از 2 میگیم half past 2. اگه دقت کرده باشید این سمت ساعت رو از پست استفاده کردیم، اما این سمت ساعت رو از تو استفاده میکنیم. یعنی میخوایم بگیم 25 دقیقه مانده به ساعت 3 میگیم 25 to 3. 22 3. quarter to 3. 10 to 3 and 5 to 3. حالا شما به هم بگید ساعت 3:45 چی میشه؟